بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت تمام شهروندان عزیز. امیدوار هستم حالتان خوب باشه و در پناه الله متعال باشید. امروز در خدمتتان هستم تا درباره یک موضوع بسیار مهم و اساسی که یک ربط مستقیم میگیره به رشد و پلانی شدن شهر کابل با شما عزیزا صحبتی داشته باشم. شما در جریان هستین که شهرولی کابل همه ساله پروژه‌های مختلف انکشافی را در شهر کابل اجرا میکنه و الحمدلله بر اساس پلان چارچوب طراحی شهری پلان اصلاحی شبکات شهر نیز منظوریش آمده و شهرولی کابل مطابق به این موضوع به پیش میره که یک دستاورد بسیار کلان به خاطر کشور عزیز ما افغانستان و خصوصا خانواده بزرگ شهرولی کابل هسته که یک پلان منسجم و منظور شده داره و بر اساس از او شبکات سرک را در شهر کابل در 3 کاتگوری مختلف اجرا میکنه. شهر کابل در جریان 2 دهه اخیر به دلیل افزایش بی‌پیشینه نفوذ، توسعه غیر پلانی و عدم تطبیق ماستر پلان‌های شهری به موقع با چالش‌های متعدد در راستای دسترسی به خدمات شهری به ویژه در ساحات غیر پلانی روبرو بوده. شهرولی کابل به هدف حل این چالش‌ها بازنگری و تعدیل شبکه سرک‌های پلان چارچوب طراحی شهری شهر کابل را که در سال 1396 تهیه گردیده بود و به دلیل نواقص و مشکلات متعدد پاسخگوی نیازمندی شهر کابل نبود و نمی‌توانست یک شبکه شهری و ترانسپورتی منظم و پایدار را برای این شهر فراهم سازد. بدین ترتیب پلان اصلاحی شبکه سرک‌های شهر کابل با همکاری وزارت محترم شهرسازی و اراضی تهیه و پس از طی مراحل قانونی رسما تصویب گردید. هدف این پلان ایجاد یک سیستم منسجم و کارآمد است تا نیازهای کنونی و آینده شهروندان را برآورده سازد و بستر توسعه متوازن و پایدار شهری را در شهر کابل فراهم سازد. شهرولی کابل بر اساس این پلان کار ساخت و ساز سرک‌ها را با در نظر گرفتن اولویت و اهمیت آنها آغاز کرده است. چنانکه هموطنان گرامی آگاهند سرک نه تنها در تسهیل رفت و آمد و ترانسپورت نقش کلیدی دارد بلکه بستر اساسی برای شبکه‌های زیربنایی شهری همچون آبرسانی، مخابرات، فایبر نوری، کیبل‌های برق، سیستم‌های فاضلاب و دهلیزهای سبز و همچنان رشد و اقتصاد ساحات شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با تطبیق موفقانه این پلان توسط شهرولی کابل انتظار می رود شهر کابل از ساختاری منسجم‌تر پلانی، دسترسی بهتر به خدمات اساسی و محیط زیستی برخوردار شود. این اقدامات نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را بهبود می بخشد بلکه بستر مناسبی برای رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه کابل به عنوان یک شهر عصری و پایدار را فراهم می سازد. شهرولی کابل الحمدلله بعد از منظوری مشخص پلان اصلاحی شبکات شهری این پلان را در دسترس عموم شهروندان عزیز قرار میده. یک کپی پلان در تمام ریاست‌های محترم نواحی وجود داره و همچنان شهرولی کابل از طریق تمام چنل‌های نشریاتی که داره این پلان را در اختیار مردم قرار میده و همچنان از طریق وبسایت با کیفیت خوب هر کس میتونه این پلان را برای خود دانلود بکنه و با خود داشته باشه و شهرولی کابل همه ساله در قسمت اجرای پروژه‌های انکشافی خود از این پلان استفاده میکنه و کوشش ما است که در سالهای آینده ان شاءالله با تکمیل شدن این پلان گره‌های کلان ترافیکی که در شهر کابل وجود داره از بین بره و در این حال یک ساحه مشخص به خاطر رشد شهر وجود داشته باشه تا ما بتونیم که در کنار رشد شهر و رشد پلانی شهر سرک‌های مشخص و همچنان سیستم عبور مرور بسیار مشخص در شهر کابل داشته باشیم و شهرولی کابل هر خدماتی که بر شهروندان عزیز ارائه میکنه با اطمینان کامل او را در اختیارشان قرار میده و تمام شهروندان میتونن که به مثابه یک شهروال این پلان را با خود داشته باشند و از تمام امورات شهرولی کابل نظارت به عمل بیارن.